بچه نوع بعدی از پی سی آر که میخوایم من بررسی کنیم خیلی پی سی آر ساده ایده خیلی عجب غریبی نداره. منتها میخوایم صرفا یکم بررسیش کنیم، توی یه مثال خاص هم براش بزنیم که به ذهنتون آشنا باشه، به گوشتون خورده باشه. اسم این روش مالتیپلکس پی سی آر یا پی سی آر چندگانه. کی به کار میره؟ وقتی که من یه سری اطلاعات کلی در مورد یه سری گونه مختلف داشته باشم. مثلا شما وقتی که ژنوم بیماری کرونا رو، مثلا ژنوم بیماری زاتوریه، یا مثلا ژنوم باکتری سل، ژنوم باکتری نمیدونم جوزام، ژنوم باکتری کوفت رو همه رو اگه بلد باشی و بتونی بر علیه همه اونا پرایمر طراحی کنی، میتونی از این روش استفاده کنی. چی کار میکنی؟ یه آقای اومده یه سری علائم داره، تو ازش نمونه میگیری، اوکی، سلولاشو میگیری، لیز میکنی، تخلیص میکنی، میریزی توی دون از این ویال ها و حالا میخوای همزمان بررسی کنی آیا به هر کدوم از اون 4 تا چیزی که گفتم مبتلا هست یا نه. یه نکتهش اینه که بررسی همزمان داره، یعنی کاهش زمان، کاهش انرژی. میخوای بررسی کنی که همزمان آیا به هر کدوم از اون 4 تا مبتلا هست یا نه. همزمان بررسی کنی به هر کدوم از اون 4 تا مبتلا هست یا نه، یا کدومش مبتلا. نمونه مجهول رو اینجا داری، برای هر کدوم از اون بیماری ها یا باکتری های مورد نظر یه سری پرایمر خاص طراحی کردی. همه اون پرایمر ها رو، همه اون جفت پرایمر ها رو، جفت صورتی، جفت سبز، جفت آبی، جفت قرمز رو میریزی تو این ظرفه، میذاری پی سی آر انجام میشه. هر کدوم از اون نمونه های مجهول که اون داخل باشه پرایمرها بهش میچسبن و پی سی آرش انجام میشه. حالا تو وقتی محصولات رو ببری رو ژل الکتروفورز، باندهای مختلفی میبینی. یک، تو احتمالاً چون ژنوم ها رو خوب شناختی، پرایمر ها رو خوب میدونی چه محصول پی سی آر به وجود میان، اندازه‌شون رو میدونی، این خیلی ساده میدونی بر اساس باندهایی که توی مکان‌های مختلف دیده میشه تشخیص بدی که هر کدوم از اون 4 تا پارامتر بالا وجود داشته یا نه. اوکی، این مشخصه همیشه اون عامل سبز یه باندی تولید میکنه به اندازه 371. اگه تو این باند رو ببینی یعنی یارو وجود داره، اگه نبینیش یعنی وجود نداره. میای دوباره اینجا این جایگاه رو میای دقت میکنی، اگه باندی دیدی یعنی اون قرمز وجود داشت، اگه ندیدی یعنی وجود نداشت. همه بعدی‌ها هم همینطور دیگه، مثلا این صورتیه و آبی هم همینطور. حالا علاوه بر این که بر اساس سایز شما میتونی چک کنی، بعضی وقتا میتونی به پرایمرها هم چیزای خاصی بچسبونی. ببین یه اتفاقی که میتونه بیفته اینه که حالا مثلا تو داری کرونا رو بررسی میکنی، 2 تا پرایمر چسبوندی سمت چپ و راستش، ولی تو این گونه خاص، تو این جهش خاصی که به وجود اومده یه سری قطعی این وسط اضافه شده. اوکی، قبلا تو انتظار داشتی اندازش 100 باشه، حالا که یه چیزی اضافه شده اندازه شده 120. یعنی با اون روش قبلی یکم دچار اشکال و اشتباه میشی، میری جای 100 رو نگاه میکنی میبینی باندی نیست، بجوش باند دیگه 120 به وجود اومده، نمیفهمی. اوکی، پس وقتا سایز دچار مشکل میشه. یه کار دیگه که میشه کرد اینه که آقا تو پرایمرهایی که برای مثلا کرونا میسازی و با یه ماده خاصی مشخصش میکنی، رنگدارش میکنی، لیبلش میکنی. اوکی، مثلا با یه چیز خاصی رادیواکتیو شد. پس دو میشه لیبل کردن پرایمرها. اونجوری هم بعد نشد. اینجوری هم میتونی بیای اون لیبل مورد نظرت، اون مارکر مورد نظرت رو داخل ژل الکتروفورز بررسی کنی، مثلا نور یو وی بندازی ببینی اون رادیواکتیو خاصت مثلا دیده میشه یا نه، و بعد تشخیص بدی که اون کرونای وجود داشته یا نه، اون پاتوژن مورد نظر وجود داشته یا نه. یه همچین کارهایی هم میشه کرد. یا میشه اختصاصی بر علیه این پرایمرها و محصولاتشون یه سری مارکر خاص طراحی کرد که اندازه ها رو هم ندونی، یعنی میخوام بگم میشه اندازه های اینا رو نمیدونی، اینا یه جوری این داخل قرار گرفتن، ولی بر علیه پرایمرها که شناخته شده هستن یه مارکر خاص میسازی، مارکر مثلا قرمز، مارکر قرمز میره با اون بانده میچسبه، توی چیز قرمز میبینی و میفهمی که این حضور داشت، که این پاتوژن A، استرین A، گونه A حضور داشت، چون مارکر A قرمز به اون وسط مسطیه چسبیده.
مارکر آبی چسبید، بی هم حضور داشت. هر کدوم از مارکرها که چسبید میفهمیم گونه مورد نظرت حضور داشته. همین، چیز خاص دیگه ای نداره.